سلام علیکم همکاران عزیز. امروز 3 یولی سال 2023 باشد و من حاضر دو نمود انگور در همینجا با همراه شما آب میزنیم، مویز میکنیم و مویزش رو بعد از خشک شدن میبینیم. و من آوردم امروز دو نمود انگور خنک‌زدگی بسیار نیست و دو نمود انگور هر دوشم کشمش است، هر دوشم بدانه است. همینقدر خوشش موندگی از انگور اسکندری، یعنی که به دیگر زبان و اوکراینی و روسا لامبورجینی موندن نامش رو، همینقدر موندگی این بدانه است و اینش انگوری سورتی کشمشی دوشنبه. بینید اینجا، بینید این دانه‌اش چقدر پرزرشتی. من از یک تگی من میبرم در پیش شما نشان میتیم که این دونه داره نونه. اینش اسکندری دونه ندارد. اینش کشمشی دوشنبه. من دونه ندارد. دیدید؟ دونه ندارد. و حاضر ما همین انگورها رو من یک بار دیگر نشان میتیم شما رو. من این کشمشی دوشنبه روزهای را استلیت نموندگی این مخصوص اختراع شده است برای مویز تیار کردن. اینش معلوم که کشمشی اسکندری. حاضر ما این را در آب میپرتویم و شما نشان میدیم. من در بالای گاز آب جوش ایستاده است. ما یک کمتر сода میپرتویم، یعنی اشکار میپرتویم در همینجا. اشکار برای آن میپرتویم که همین خوشه انگور کفه و با مدت 15-20 ثانیه انگورها رو ما داخلی نشو میخوریم، نشو مویز میکنیم، داخلی آب جوش سر میتیم، صاف میکنیم تا 20. 1 2 3 من آوازی ما همگی یک 20 ثانیه داخلی آب پرتافتیم. آب جوش آمدگی با اشکار میگیریم و اینجا میمونیم و دویمش رو هم خیلی میگیریم. یک 20 ثانیه این رو میخپیم درون آب. من ما 20 ثانیه قپیدیم در این آب میگیریم. اینش رو بلوی اینجا تنک میکنیم. اینش رو ما این طرف میمونیم و بعد همین رو در نزد تیریزه برای خشک شدن میگذاریم. من جدا کنم این و ببینیم چگونه مویز میشد. اینش الوهیده، اینش الوهیده. اینش رو الوهیده میگذاریم و میبینیم که چگونه اینها مویز میشوند. من حاضر دهن تیریزه میمونیم. من اما بالای تیریزه گذاشتم. اینه بینید علاقه چقدر خوشروی شد. اینه بینید علاقه چقدر خوشروی شد. این مویز خوشروی میشد به فکری من و من به شما نشون میدم بعد از یک هفته چقدر مویز میشود. اینش رو هم نشون میدم و کدامش چقدر مویز شد به شما میگویم. اکنون من در پیش شما نسنجیدم با سبب‌های به همه معلوم که دیلتون نشورد، لیکن بسیار انگورهای شیرین میباشد. اینا بسیار انگورهای شیرین میباشند. همدیران عزیز در پناه خدا باشید، با گروه انگور بابا باشید. نتیجه مویز کردن این کشمش ها رو من به شما نشان میدم.